بله تو تصویر داداشمونو داریم با یه نوار بداشی بالار با یه بچه و زنش دارن میرن. حالا بریم کی میکسن. آبجی بیا عقدسو بگیر ببر تو خونه من میام. آخه بابا عقدش چیه ناموسن مگه ده 60 آخه بابا. داشت پیمان. سلام آقا مصطفی. داشت میگم موشم مشکی نداشت. موشم مشکی چرا نداره که داشت زشته. یه نوار خیلی همه دارن میبینن میفهمن ناموست مریض شده. بابا گاییدمت مثلا آخه کسکش مگه هر کی پریود بشه مریض میشه بابا. اینا اصلا تعریفی از پریود ندارن بابا. مریضی چی آخه کسکش مگه سرطان آخه مریضه اره. خب بفهمن زشتش کجاه. آفرین همه باید بفهمن داشتمون یه هفته نمیتونه کس بکنه. چه ایرادی داره آخه من نمیدونم. بعدش هم یعنی خواهر مادر تو این همه زن تو دنیا مریض نمیشن فقط ناموس من مریض میشه. بابا گاییدمت پریودی مریضی نیست. کسکش همون جوری که اعتیاد جرم نیست پریودی هم مریضی نیست بابا. خود نتاتید کلی دیگه. داشت زشته دیگه اصلا من چه بدونم. از قدیم گفتم بی حیایی واسه زن اگه بفهمن. بابا من نمیفهمم آخه چرا یه نفر باید بیاد درباره پریود بودن زن رفیقش حرف بزنه. آخه چرا من کسکش رو غیرت داری؟ شنیدیم و گوش دادیم. چون از قدیم میگفتن دلیل بر درست بودنش نیست. اینه که من به تو بگم مایه دستشویی وقتی میگیره بذار تو مشم و مشکی، چون اینجوری همه میفهمن میخوای بری دستشویی یا این بی حیایی.